توی روز معمولی، طبق معمول همیشه، وقتی که داشتم از محل کارم خارج می شدم هوا تاریک شد. ساعتهای 6 بود، 7 بود، تو همین اولوش بود که هنسفریمو گذاشتم. هر آهنگی که میتونست حالمو به هم بریزه رو پلی میکردم. سیگارمو روشن کردم. اتفاقات، فکر و خیالات تو ذهنم به تصویر کشیده شد که کی ولم کرد، کجا ولم کرد، تو چه شرایطی ولم کرد، اصلا چرا ولم کرد، اصلا چرا یه آدم تنها، چرا یه آدم ناامید شکست خورده بی خود شدم، چرا کی میتونست نجاتم بده؟ سیگارم به ته رسید. نخ بعدی رو روشن کردم. بعدی و بعدی و بعدی. به پاکت سیگاری که دستم بود نگاه کردم. اونو نیم ساعت پیش گرفته بودم و دیگه چیزی ازش باقی نبود. سوز شده بودم. شروع کردم به راه رفتن. نمیدونستم کجا، اما رفتم. دوست داشتم داد بزنم، دوست داشتم گریه کنم، اما لعنت به این سردرگمی که نمیدونستم اول باید داد بزنم یا اینکه گریه کنم. چشمم افتاد به یه آینه قدی. خودم رو توش وایسادم، یه دستی به سر و روم کشیدم. یه آدم ژولیده یه حال به هم زن که نمیتونست از پس مشکلاتش بر بیاد رو دیدم. من آدم باغ نیستم. من آدم باغ نیستم دایی جان. تا نبرم از هیچ بازی بیرون نمیرم. منتظر یه بازی طوفانی باش. این اشکان خطیبی بود. اونجا بود که من منجی خودم رو پیدا کردم. 10 روز گذشت، 20 روز گذشت، 30 روز گذشت و روز 40 من اون آدم ناامید شکست خورده بی خدا کشته بودمش. فهمیدم که رفتن و موندن کسی برام اهمیتی نداره. فهمیدم که تنها کسی که تو حال بدم میمونه خودمم. 40 روز گذشت تا تونستم دوباره متولد بشم و روز 40 رو جشن بگیرم. 40 سالم که بگذره، این 40 روز هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشه. حالا تو بگو، میخوای یه برنده باشی یا یه بازنده؟ پایان.